سرآغاز مکتبی هنری شما یعنی سرودخوانی شما از کجا شروع گشت؟ میگفتن که بابات حافظ بود. بله. بسیار آواز خوش داشت. بسیار دوتا را خوشرو می نواخت. پدرم هم حافظی میکردن. آواز خوش داشتن. لیکن اون کس به این راه نرفتن و اول کارمندی کارهای داخلی شده کار کردن، بعد آموزگار شده کار کردن تا نفقه برآمدن. لیکن در معرکه ها رفته سرود میخوندن. سرود میخوندن. یعنی در اون معرکه هایی که در خود دیه میشدن بسیار به درد میخوندن. شاید همین باشد که همین من به همین راه آورد. تو نگه از چشمی حیران کرده ایم، خانه ای آینه ویران کرده ایم. تو نگه از چشمی حیران کرده ایم، خانه ای آینه ویران کرده ایم. عالم ما را مسخر شد مگر، عالم ما را مسخر شد مگر، یادی انگشتی سلیمان کرده ایم، یادی انگشتی سلیمان کرده ایم. و پدر کدام اسباب ها را می نواختند؟ پدرم اسباب نمی نواختن. یکم اسباب نمی نواختن، همون در جای ما وای میگن طبقچه میگوین. بله. طبقچه های خردکه، لالیچه. همین خیلی حافظی میکردن. در مسجد ما یک بسیار عادت خوب بود. حاضر همین عادت از بین رفته است. در محفل ها اگر یک خانه و 20 نفر اگر می نشستن، یگان کس حقی اقلا یک بیت نگفتن نداشت. باید که حتما یک بیت مسجدی باید که میخوند. همون فلک زرفشان که میخوند همونه. نباشد و نمیموندن. همون نوبت باید اول نمیگذشت. بعد در همین محفل ها میخوندن. پدرم یک تنه چند تا میخوندن. گردم من از عتابتون، نازایی به حسابتون، چشمایی مستی خوابتون، خاشای اسم بابتون. گردم من از عتابتون، نازایی به حسابتون، چشمایی مستی خوابتون، خاشای اسم بابتون. و معنی میخوندن چون که پدرم آموزگار بودن. اون کس از معنی بسیار بودن، خبردار بودن. و در خانه کدام اسباب بود که شما مثلا از خردی مشق کردید؟ بود اسباب یا بعدا پیدا کردید؟ در خانه ما اسباب نبود. یعنی اسباب موسیقی نبود. اسباب موسیقی نبود. وقتی که من همین استاد جوربک مرادوف اون وقت نه به صحنه هنر برآمدن، استاد ظفر ناظموف، بای محمد نیازوف، بعد من سرودهای همین حافظه بزرگ زمزمه میکردم. با بسته به خواهش خودتان یک سرود رو حالا برای بیننده های عزیز. خون شدم در شام غم ماهی تابانم بیا، چاک شد چون صبح دامانی گریبانم بیا. این چی میخوندم؟ بعد نه تنها من گرفتارم بدامی زلف
زلفی زیبایی که هر کس با دل آرامی سر دارند و سودایی. من این چی بود؟ میخوندم خیلی سروده های بسیار بودن. درست. که و در همان زمان استاد بای محمد نیاز یکی از خواننده های بسیار معروف بود و بسیار صدا و لحن زیبا داشت که در کلی منطقه ها دوستش می داشتن. تاجیکی میخوندن. بله. تاجیکی نخستین بار با ایشان هم صحبت شدیم. زمان دانشجویی بود، مکتب بود. نه، من در یا همین بعدتر وقتی که در دوشنبه کار با آمدیم اینجا، بعدی چند سال کاری ما یک روز استاد عبدالجلیل هاشموف همین خانهشان طرف ایرپورت بود، طرف فرودگاه بود. همینجا من دعوت کردن که مراد بیگ جان همینجا نمیبید، همین استاد بای من نیاز آمدگیان یک شینیم صحبت کنیم. بعد برای من خوشبختانه میسر شد که همون روز من همونجا اشتراک داشتم در همون صحبت. استاد بای محمد نیازوف سرودخوانی کردن. من بسیار مخلصی استاد بای محمد نیازوف بودم. تا حاضر در خانه ما همین افتتاح های سرودهای استاد بای محمد نیازوف هستند. من آنها رو با دل و جان گوش میکنم تا حاضر برای اینکه ما با همین سرودها کلان شدیم. درست. با همین سرودها کلان شدیم. استاد بای محمد نیازوف همون روز بسیار یک سرودهای نو خواندن. استاد بای محمد نیازوف داننده شش مقام بودن. بسیار خوب میدونستن شش مقام. دوش آرزوی شکسته بودم، دوش آرزوی شکسته بودم، با زلفی کجاش نشسته بودم، با زلفی کجاش. یعنی که سرکرده های مکتب تاجیکی صنعت تاجیکی ما یکی از اینا استاد بای محمد نیازوف. درست است. باری بود که خواستید که در سینما، در فیلم یگان نقش داشته باشد، یا نقش مثبت یا نقش منفی؟ نه، یگان بار همین خیل حالت نشد است که من یعنی فکر در سر نبود؟ نه، در سرم نبود. لیکن وقتی که ما در انسامبل گنجینه کار میکردیم، رحمان دوست قربانیان رئیسیار انسامبل گنجینه بودن. اونجا انسامبل فولکلوری اتنوگرافیک بود. در اونجا باید که بعضی نقش ها را، مثل نقش دهقان یا درافگر، یا که در اونجا همچون اکتور بازیدن در کار بود. وابسته به همون سرودی مردمی. وابسته به همون سرودی مردمی، یعنی که آبرز بدروندن در کار. درست. استاد میگفتن که من از عهده همین چیز برآمده میتوانم. میگفتن که اگر اکتور هم میشدی، اکتور خوب میشدی، میگفتن. یعنی که در نقش بازی کردنم با اینم یک وای بود است، اینم یک استعداد. البته وای بود است خاصه. و به فیلارمونیا کدام سال آمدید؟ من سال 1976 دانشکده آموزگاری شهر خوجند همون ختم کردم. و از بس که استادان ما همه میدونستن که من آینده حافظ میشم، رکتور دانشکده ما هم گفتن که پسرم به فکر من حافظ میشید. من گفتم بله. نباشد من شما رو کجا راه خطیم؟ شما تئاتر خودم اون وقت تئاتر پوشکین بود، حاضر کمال خوجندی. بله. من شما با راه خط تئاتر پوشکین بتیم می؟ من گفتم نه، من دوشنبه میرم. بعد راه خط ما با فیلارمونی بدادن. از اونجا راه خط انستیتوت خطی دانشکده خطی ما راست به فیلارمونی آمدیم. سال 1976 26 آگوست. محترم دیرکتور ما رحمان قل علی رضایی بودن. بسیار آدمی خوب بودن، انسانی خوب بودن. بعد اون کس من گفتن که یک سرود خوان، گفتن من یک سرودی وای خواندم، دوگاه خواندم، چون که
سال 1974 وقتی که فستیوال کنکورس بوستون بود بین شهر لنین آباد و بین دوشنبه از طرف لنین آباد یعنی من سرود کنکورسی برآمد کردم. سرود کنکورسی خوندم اینجا 2 گوها و از اول همین سر کردم. گفتی به ما کی آن گلی رخسار نازک است. بعد این خونده تمام کردم و گفتن که یگون چی خودت آهنگای خودت هست خونی. گفتن آهنگ بسیار همون وقت معمول بود. دنیا غنیمت است از من خبر بگیر از خانم سرودی خانم گلرخسار بود. بعد همین خوندم. دنیا غنیمت است از من خبر بگیر هر لحظه قیمت است از من خبر بگیر. آهنگ نغز آهنگ خودت های گفتم. من گفتم آهنگ خودم. بسیار نغز گفتن که تو قبول. گفته همون وقت فرمانی منو برآوردن. کاتگوری عالی بود اون وقت. کاتگوری ویژه کاتگوری میگفتن و بعد یکم و بعد دوم. از بعد که همین خودم که آهنگی وای بود آهنگ خودم خوندم اون کس معقول شد من یک بار به کاتگوری عالی یعنی درجه عالی پیشه درجه عالی گفته وای کردن. فرمانو برآوردن. بعد گفتن که تو از همین روز اعتباراً در دسته نسیم کوهسار در دسته استاد ظفر ناظموف و کار می‌داری. خوشبختی اون بود که من با همین خیلی یک بزرگای آدمایی که من یک عمر آرزو میکردم که یعنی که با اینها شینم یک صحبت کنم یا که اقلا در صحبتشون شینم. گفته آرزو میکردم و بینید که هم کسب و هم کار شد. بینید که آمده در انسمبل همین کسب ما کار سر کردیم. از موزگران موزه از موزگران کوزه از موزگران موزه از موزگران کوزه موزه کوزه به دستم یللی بابام یلی یللی بابام یلی یللی بابام یلی. در کدام یک روزنامه خوانده بودم که همین سرودی دنیا غنیمت است از من خبر بگیر هر لحظه قیمت است از من خبر بگیر که شما در آن آهنگ بستید در همان زمان شوروی از هیئت کمیسیون نگذشته است. چگونه داستانش است؟ اون وقت اسمت الله رحیموف بودن در خانه رادیو در ثبت آواز کار میکردن. دوری بسیار یک سختگیر بود که همین شعر با همین شرایط همون زمان باید که موافق باشد. غزل به شرایط همون زمان موافق باشد. یعنی که ایدئولوژی همون زمان همینه طلب میکرد. بعد وقتی که من این سرود خواندم اون کس گفتن که دنیا غنیمت است از من خبر بگیر. گفتن این بچه این سرودت نمیشه. این یک وای پسیمیستی دارد. گفتن آهنگت نغز اینه که سرود نمیشه. گفتم رفتم نزد استاد لایق شیرالی کتاب کشیدن یک تا غزلشونه من پیشنهاد کردم. هرگاه که با تویم روحم پر از صفاست. عیناً وزنش به همین چیز بسیار موافق آمد. اولین بار سال 79 ثبت کردم. بعد پشت خوردن شوروی اگه چون که همین غزل که در همین آهنگ چسبیده بود دنیا غنیمت است از من خبر بگیر و من خواستم که همین غزل باز به همون آهنگ خودش برگردد. بله. چون موثرتر بود. بعد گشته از نو همینجا ثبت کردم. دنیا غنیمت است از من خبر بگیر هر لحظه قیمت است
از من خبر بگیر، هر لحظه قیمت است، از من خبر بگیر. دنیا غنیمت است. او هنرپیشه است، معنی سرا و معنی گرا. در مسیر هنر زحمت ها کشیده است تا به مقام محبوبیت رسیده است. زندگی را به موسیقی و سرود تصور نمی کند. به گفت او شعر و موسیقی حیات انسان را زیبا و رنگین می سازد. ای بریندان مکنه زاهدی پاکیزه سریشت، کی گناهی دیگران بر تو نخواهند نوشت، کی گناهی دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبتی کار که کیشت. هر کسی آن درود عاقبتی کار که کیشت. همه کس تالی بیارم، چی هوشیار و چی مست. همه جا خانه عشق است، چی مست چی کنیشت. ناامیدم مکن از سابقه لطفی ازل، سابقه لطفی ازل. تو پسی پرده چی دانی که خوب است و کی زیشت. ای بریندان مکنه زاهدی پاکیزه سریشت.
فردوس لطیف است ولیکن زینهار تو غنیمت شمرین سایه بدل بکشت حافظا روزی اجل گر به کفاری جامه گر به کفاری جامه یک سر از کوی خرابات برندد به بیشت یک سر از کوی خرابات برندد به بیشت ای بریندان مکنه زاهدی پاکیزه سریشت. زنده باشه جهان سپاس. خیلی یک آهنگ جالب و شعری بسیار هم موثر. در فلک زرافشان شما یک تجدید هنری کردید، یعنی توجه دیگرگونی کردید و علاوه کردید و میخواستم از همین قصه کنید. یعنی بیشتر ترانه ها و سروده های مردمی فولکلوری که میگن آنها همچنان که هستن میمونن، ولی شما یک نوآوری کردید و به اصطلاح علاوه و اضافه کردید. چی در سر آمد که دنبال این کار شدید و کار خوبم که کردید؟ سلامت باشه. خلق یک خزینه بی‌بهاست. درست که ما بیشتر پس اون گفتگو اون نمیکنیم. توسط تلویزیون، توسط تلفن های موبیلی که مثال امروز این هنرمندای ما اکنون میبخشید تنقید کردنی نیستم، این یک پیشروی هست. مثال وقتی که هنرمند از فرض کنیم که جهانی می شود، یعنی که حرکت می کند که وی به صحنه های یعنی که دنیا برآید. البته چی است نه که اگر ما بعضی رو آوریم به همین ایجادات خلق خود ما اگر همین اگر گرفته ما روی صحنه های دنیا بیاریم، این یکم که یک تشویقات ملت میشد. بله. تشویقات خلق ما میشد. بیشک. همین چیزا ما همون وقت انسامبل گنجینه نو استاد ظفر ناظموف تشکیل کردن. من گفتن که مراد بیگ در همین انسامبل گنجینه همین از وادی زرافشان همین تو من در کار که همین فولکلوری زرافشان ما یک زنده کنیم. با مصلحت استاد ظفر ناظموف از انسامبل زرافشان به انسامبل گنجینه یعنی گذاشتم و به هر یک هنرمندی که در همین انسامبل گنجینه کار میکرد استاد هر یکی اون وظیفه دار کارگی بودن که هر یک تا رفته فرض کنیم که مومن آباد میری، فرض کنیم که کنگورت میری، این فرض کنیم که غر میری، این فرض کنیم که انا طرفی وای پنجکین میری، طرفی مسشو میری، گوجایی که میری یک مواد از خلق از ایجادات خلق گرفته آمده باید که برآمد کنی. یعنی دست خالی نبیا. دست خالی نبیا. این مقصدی اساساً و انسامبل گنجینه همین بود که از تمام ناحیه های تاجیکستان یعنی که همون چیزهای روبات های خلقی آهنگ های خلقی را جمع آوری کردن روی صحنه بروریم. بعد همین چیز ما پیشنهاد کردیم و انسامبل گنجینه بسیار یک سویتی عجایب شد، عجایب برآمد. ما گسترال رفته بودیم مسشوبه، مسشوی ما با همین وقت همین ضرب قطعی خواندن نبود، سرودهای فلکی با یک وای بود، ریز قطعی خواندن. خیلی مثال قدی تو الیف قامتت چون دالای یک روز جدا گیاد به من 100 سالای
قدی تو علیف قامتت نودایریم خلقت کرده سا زیبا خداوندی کریم آیا همین سرود بله. بود فقط یعنی به طریق ریز به خوانده طریق میشه. ریز خوندم. بعد اینا من چکلی شما گفتید اینه که تکمیل دادیم نوآوری کردیم. بعد اینجا من ضرب داخل کردم. از آمدنت اگر خبر می داشتم آی در روی رهت گلی سمن می کاشتم آی گل می کاشتم گلی گلان می کاشتم آی خاکی قدمت بدیدم برداشتم آی بعد من این به ضرب همراه کردم. یعنی می توان گفت که همین ضربی که امروز در فلک زرافشان است مال خاص شما هست. مال خاصی من است. لیکن که امروز چندین آوازخوان‌های دیگر هم به همین سبک و به همین شیوه به همین میخوانند. سبک به همین شیوه حتی به همین ضرب میخوام. درست همین منظورم ضرب است. همین ضربی مسشو هست. لحنم لحنی مسشو هست. بله. لیکن امروز زرافشان میگونه همین چیزا با زرافشان یعنی که وای میتیان گویا که این لحنی زرافشان نه، این فقط لحنی مردمی مسجو. و جناب عالی بسیار همین چیز بسیار ناز وای قبول میکنن. و کدوم وقتی که اگر در کنسرت های حکومتی از همین اگر ضرب و از همین لحن اگر نباشد اون کس ایراد میگیرن که برای چی همین ضرب مسشو یا که همون رقص مسشو نیست گفته. و یکم بار وقتی که سال 1989 من به عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان دادن، من شب ایجادی ما یکم کنسرت من در کاخ باربد بود و اولین در کاخ باربد هم کنسرت من بود. من همین رقص آستینه با همین جامعه های بادامچه میگویم ما در مسجد ما یگان عروس به همین سر و لباس توی نمیکنن. تا امروز همین عروسایی که اینه که توی میشوند حتما و یا جامعه بادامچه رومالی غجیم میگوین، با رومالشو با همون کرته های فرض کنیم آستیناش دراز با کلوش محسی امروز هم همون عنعنه دوام داشتن. بعد رفتم قشلاق خودم با دهی خودم رفتم مسجد نو با همین 12 تا عروسای همون سال عروس شدن آمدگی را همون کرته و با همون لباسش جامعه و رومال و همون پیشانی بندک ما در بندک میگوییم با کلوش و محسیش گرفته آوردم. رقاصه های فیلارمونیا همین رقص چخیل رقص میکنن، رقص آستینه همین آموخته آمده در همین کنسرت شب ایجادی ما همین چیز اجرا کردیم. انا بعد در همه جا همین چیز رقص آستین بله. یعنی بین خلق پهن شده رفت. یعنی همین ضربی رو که شما در همین فلک زرافشان وارد کردید بعداً تولید شد باز رقص آستین، چرا که ضرب دیگر تقاضایش رقص کردن هم که بود. بعد این ضرب تیز کردن رقص آستین، بعد دیگه سرودها هم با همین اساساً همین ضرب بعد با لحن مسشو درست با است. لحن مسشو همین تا دوام داده و مساعد است. همچنین یک هنرمنده که از سالهای نیمه دوم سالهای 70 شما شروع کردید به صحنه‌های کلان در جمهوری و سفرهای خارجی هم زیاد داشتید. فکرتان در نسبت هنرمندان امروز، هنرپیشه ها، آوازخوان‌های امروز، نسل جوان که در این جاده راه می‌پیوند چگونه است؟ آوازخوان باید که چیزی به معنی خواند. هر یک سرود میخوانیم ما این تربیه است. به معنی خوانیم اگر همون معنی تماشابین ما به همون سرود به معنی یعنی که انکشاف می‌یابد. درست میگی. ما
سرودهای فرض کنیم که بایمن یوسف از حافظ و از طغرل و فرض کنیم که از سعدی و از کلاسیکان کلاسیکا ما همین وقتی کلان شدیم. تماشابینه که امروز ایسال با وای رسیدی ایستاده است. منم میخواستم که همین حافظا همین سرودهای به معنیش چی میگه یک تربیوی داشته باشه. بله. با همین چی یعنی که کلان شوند. شما درست میگید. در حقیقت ادبیات ما خیلی یک ادبیات پربار و غنی است که هم شاعران کلاسیکی ما و هم شاعرای معاصر ما غزل های زیادی که باری معنی میکشند دارند و برای هزار ساله ها فکر میکنم اگر آهنگ بندیم در این غزلیات بازم کم است. یعنی زیاد ما در این جاده بایستیم. و میخواستم یک سرود دلخواه که شما خودتان فعلا میخواهید از کدام شاعری که باشد. ای خسروی خوبان نظر سوی گدا کن، ای خسروی خوبان نظر سوی گدا کن، رحم به منی سوخته به سر پا کن، دارد دل درویش تمنای نگاهی، زان چشمی سیاه مست به یک غمزه دوا کن، زان چشمی سیاه مست به یک غمزه دوا کن. ای سروی چمن زین چمنو باغ زمانی، ای سروی چمن زین چمنو باغ زمانی، بخرام در این بزم دوصد جام قبا کن، شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعن، ای دوست بیا رحم به تنهایی ما کن، ای دوست بیا رحم به تنهایی ما کن. با دل شدگان جبر و جفا تا به کی آخر، آهنگی وفا ترکی جفا بهر خدا کن، مشنم سخنی دشمنی بدگوی خدا را، با حافظی مسکین خود دوست وفا کن، مشنم سخنی دشمنی بدگوی خدا را، با حافظی مسکین خود دوست وفا کن، ای خسروی خوبان نظر سوی گدا کن، رحم به منی سوخته
به سر و پا کن رحم بمنی سوخته به سر و پا کن زنده باشی استاد. باز از سری ما گذشت یک روزی دیگر با شعر و ترانه های دل سوزی دیگر یک روزی خدا رفت و سلامت باشد یاران همه تا روزی دل افروزی دیگر ای مردمی بیدار پناهتون به خدا تا دیدن دیدار پناهتون به خدا ای مردمی بیدار پناهتون به خدا تا دیدن دیدار پناهتون به خدا تا صبح دیگر باد خدا یاری شما قرآن همه دم بود نگهداری شما ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما ای مردمی بیدار پناهتون به خدا تا دیدن دیدار پناهتون به خدا